وزارت مدافع تاجیکستان گفت با مقصد پیشگیری از پنهان کردن هر گونه معلومات بر دروغ و ناصحیح توسط واسطه‌های اخبار عامه، اینترنت یا شبکه‌های دیگر علاقه برقی اوید به شرط و شرایط خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یا اوید به روند برگزاری معرکه‌های دعوت شهروندان به خدمت حربی، اینچنین دیگر اخبارات و آوازه‌های بر دروغ و بافته شده‌ای که باعث کاسته گردیدن شأن و شرف ارتش ملی و خدمتچیان حربی آن می‌گردد، جزاهای مأموری را پیشنهاد کرده است. در این باره روز 12 ایول سال 2022 با استناد به وزارت مدافع خبرگزاری دولتی خاور خبر داد طبق تغییرات پیشنهاد شده به شخصان واقعی جریمه به اندازه از 20 تا 40 نشان دهنده برای حساب‌ها معادل 1280 تا 1560 سومونی و یا حبس مأموری به مهلت از 10 تا 15 شبانه روز پیش بینی گردیده است. برای شخصان حقوقی باشد جریمه از 200 تا 250 نشان دهنده برای حساب‌ها، یعنی از 12500 تا 16500 سومونی در نظر گرفته شده است. فعالان از آن در تشویشند که مقامات بعد قبول شدن این علاوه ها می توانند برای نشر ویدیوها درباره ابلاغ و مؤلفان را به جوابگری بکشانند. وزارت مدافع تاجیکستان اعتراف کرده است که در پی آموزش تجربه دیگر کشورها به تهیه این علاوه ها به کودکس اقدام کرده است. وزارت مدافع تاجیکستان برای شرایط بد خدمت سربازان و همچنین برای استفاده اصول ابلاغ و برای تامین دعوت جوانان به خدمت حربی همیشه زیر آتش انتقادهای شدید قرار داشت و به گفته فعالان طور به نظر می رسد حالا می خواهند به جای اصلاح کمبودی ها با روی فشار و جزا پیش روی این تنقیدها را ببندند. ولی خاور تاکید کرده است که افزایش شماره خبرهای بر دروغ پنهان شده درباره قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان از جانب بعضی کارمندان و دیگر اشخاص دارای مقصد و نقشه‌های غرضناک جستجوی راه‌های نو مبارزه با چنین معلومات بر دروغ از جمله وارد نمودن علاوه‌ها به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان تقاضا می‌نماید.